کشاورزان ناحیه دیوشتیج با استفاده عاقلانه زمین، تخم‌های سرحاصل، جاری نمودن اگرتکنیک پیشرفته، تجربه پیشقدم و با مسئولیت و کاردانی حجم محصولات کشاورزی را افزون نموده در تامین بازار استعمالی با محصولات خودی و تامین امنیت عضوقواری سهمگذاری می‌نمایند. بنا به معلومات آماری مساحت عمومی کشتی غله‌دانگی ها یعنی تنها جو گندم در ولایت سوخت 84,000 گکتار بوده تا به امروز 76,000 گکتاری آن جمع آوری گردیده است. بنا به معلومات مسئولین اداره کشاورزی ناحیه دیوشتیج سال جاری در ناحیه به مساحت 28,000 گکتار غله کشت گردیده 11,447 گکتاری آن غله تیرماهی و باقی مانده بهاری است. امروزها در جماعت‌های دهاتی وحدت، اسماعیلی سامانی، راست‌رود و دلیانی ناحیه جمع‌آوری حاصل زراعت‌های خوشه‌دار غله‌دانگی ها از جمله گندم جریان دارد. در ناحیه دیوشتیج اساساً در زمین‌های لالمی کشتی زراعتی غله‌دانگی گذرانده می‌شود و حاصلناکی را دهقانان سال جاری خوب ارزیابی می‌دارند. در غله قریب به اتمام رسانده ایستادیم. من یک چند نمود تکنیکا کار کرده است. از آن جمله توی بندک، کمبیا درو کرده ایستاده است. امسال حاصلات نقص از 45 سانتی تا 60 سانتی ما حاصل به دست آورده ایستادیم. مردم از حساب حاصل فراوان به دست آورده ایستادهشون شاد هستند که حاصل نقص به دست آوردند. باید تاکید نمود که توجه خاصه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به ساحه، دستگیری همیشگی متخصصان و فراهمسازی شرایط مساعد برای فعالیت ثمرناک کشاورزان شرایط را مهیا کرده است که ولایت سوخت امروز به یکی از مرکزهای مهم اگرصنعتی کشور مبدل گردد. تنها از زمین‌های کشت غله ناحیه دیوشتیج که امروز بیش از 22,000 گکتارش جمع آوری گردیده است، بیش از 45,000 تن محصولات گرفته شده است. تشکیل کاری باثمری حاصلخونداری از جلب تکنیکی و مکانیزم‌های صاحبی از جمله کمباین‌های غله‌دروی وابسته است و امروز در زمین‌های خواجگی‌های دهقانی جماعت‌های دهاتی ناحیه 26 عدد تکنیک‌های درآورده و جمع‌کننده فعالیت دارند. تشکر به اساسگذار سرور وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که همین خیلی تکنیک‌های نو رو به ما تحفه کردند. ما دهقانان از این خیلی روح بلند شده کارهای ما را با صفت به انجام رسانیده ایستادیم. سال از سال زیاد شدن مساحت زمین برای کشت غله و استحصال دیگر نامگوی محصولات این بی‌شبهه موفقیت در سمت زیاد نمودن اقتدار استحصال محصولات و تاثیر به مجموعه محصولات داخلی ارزیابی گردید. تامین امنیت عضوقواری یکی از هدفهای اساسی استراتژی جمهوری تاجیکستان میباشد و بدین وسیله دهقانان ناحیه دیوشتیج که در این سمت تجربه کلان دارند با استفاده مدنیت خوبی زمین استفاده بری حاصل فراوان گرفته در یک سال از یک زمین 2-3 مراتب حاصل میگیرند. کشاورزان ناحیه دیوشتیج امروز با جمع آوری غله سر و کار دارند. در زمین‌های جماعتی دهاتی وحدت عین حال غله جمع آوری می‌گردد و برای آن تکنیک‌های معاصر استفاده شده ایستاده است. مستان محیدی لازاده، فرهاد عبدالله، اخبار.